وصیت 45. شخصی که شب از بیخوابی رنج کشد. زید پسر ثابت رضی الله تعالی عنه روایت می نماید که نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بیماری بیخوابی شکایت نمودم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: بگو اللهم غارت النجوم و هدأت العیون و انت حی قیوم لا تأخذك سینة ولا نوم یا حی یا قیوم اهدی لیلی و انمی عینی. خدایا ستارگان درخشان شدند، چشمان آرام گرفتند و تو خداوند حی و قیومی، تو را پینک و خواب نمی گیرد. ای خدای زنده و قیوم، شبم را آرام نما و چشمم را بخوابان. زید می گوید این دعا را خواندم، خداوند مشکلی بیخوابی را از من دور نمود. روایت ابن سنی.